به خدا نمیخواستم بیام، فقط میخوام برم ببینم چه خبر، فقط همین. خیالتون راحت باشه. این صدف اسمش. از این زاویه دارم میبینم، شما هم ببینیم. کاملا بی‌حجاب دارن آفتاب میگیرن. اینم پرچم اسپانیش. تازه اومده بودیم ما، باز شروع شد. میگم نیومده کجا داریم میریم؟ تا میام. نه اومدم شما رو برای کجا داریم میریم؟ کجا؟ منتظر رسیدن ساعت 12 میگیم که بریم توی پرواز که ساعت بشه یک پرواز کنیم. حالا کجا؟ ایران نیستیم دیگه، داریم میریم یه کشور دیگه. بعد چیز مهمی هم که واقعا نیست، از شما میدونم به یه ورتون هم نیست ما کجا داریم میریم، ولی خیلی اومدن نوشتن دبی، نمیدونم ترکیه. نه اصلا آسیا نیست. کی میتونه حدس بزنه کجا داریم میریم؟ میگم الان این گفتن 10 ساعت ما راه داریم. خب الان 40 دقیقه که ما اینجا نشستیم جزء اون 10 ساعت حساب میشه. چرا بلند نمیشه؟ چی؟ هواپیما چرا بلند نمیشه؟ چرا نمیریم؟ این تأخیر جزء کدوم آپشنشونه؟ دیگه وقتی لانچ میره غذا میخوره اینا هم باید تأخیرش هم حساب کنید. لانچو گفتی؟ آره نباید ما ریاکاریم. خب مرتضی جان نیومده اومدی سمت مشروبات الکلی. اومدی این دیگه علنا دلستره مشروبات الکلی و چیز مش. ببین اینا گازدار سودای خودم یعنی گازدار یعنی راکی ایراکی چیه؟ اینو خوب بلدی ها؟ نه اینو تو گوگل دا باید قاطی آب کنم؟ قاطی کنی. آفرین. خوب بلدی ها؟ خوب که به شما چیزی دوبهیه که این چرا این سبزه چه این آبی چه؟ خب یه ایراکی سبز برای افرادی که خود دیابت دارن. بابا قبلش بیا بریم تو منتظرین که چمدونا رو بیارن. آقا خوابم میاد. سلام علیکم. سلام علیکم آقا مرتضی. آقا داریم جابجا میشیم، یعنی داخل هتل به داخل هتل داریم میریم، یعنی از یه ور هتل به یه ور دیگه داریم میریم. من نمیدونم دقیق چی دارم میگم. صبح ساعت 10 صبح رسیدیم فرسنای آی راننده. بر کشیده باز شده اون کرده بودم حالا دیگه پیدا شده. وای دلم آی 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 دلم. وقتی مردم میان خارج، وقتی ما میان خارج، بریم رفیق. 3 2 1 برو. بیا تو برو. 3 2 1 Oh my god! Listen to what you شوشو توتولی خوش میگذره خارج. اون چیه بالا سرت آقا مهدی؟ دورتون بگردم. الان از خونه زدیم بیرون، حتی بریم چی بخوریم، بریم که من نخورم زمین اونطور که پله ها رو داریم پایین. خیلی ها میگن خب ولی این رفتن پایین ادامه دارم. یه همونطوری که خدا میبرتت بالا یه روزی میارتت پایین. بعد جنبه این بالا پایین کردن ها رو داشته باشی تا یه روز اینطوری بکشه ول کنه بری بالا عشق کنی. به به در کل اگه این بالا پایینه نباشه ضربان قلب انسانه دیگه. چشو تشبیه بیارن شما یه لحظه بوس عزیز. این شوبیه چقدر اینکتون دیگه. اگه ضربان قلب بالا پایین نشه شما میمیری دیگه. بعد دیدی نبض اینطوریه. دوستتون دارم. مرسی. یه ست خورده دوباره وایساده تو سر. نوش جونت داداش. من به خدا نمیخواستم بیام. من دلم نیست برم، ولی فقط میخوام برم ببینم چه خبر، فقط همین. خیالتون راحت. واقعا انشالله همه ما را آدم کن. سلام، خیلی مخلصم. صبحتون بخیر، امیدوارم روز خوبی داشته باشین. موهای من چرا اینطوریه؟ یه ویو خفن. بخشی که جون آقا مرتضی اینجا بود. آقا مرتضی اون چیه؟ چیز هدیه است. باشه اینجا. خیلی گفتم آقا مرتضی دیروز اینو نه ما اینو نه هیچی. پلومشو نشون بده لطفا. این پلوم بشه نگاه کن. داده مید این
این ولی هدیه چیکار کنه؟ دست نزده. شما هدیه کسی بدن نمیبری خونه؟ هدیه رو وا نکرده پس فرستاد. اون که نمیبری خونه هدیه؟ نه ناراحت میشم. رفقایی که ورود میزنیم تو رو خدا هدیه هستیم. اجازه بدین. خیلی مخلصم. بریم صبحونه بخوریم بچه‌ها. آقای نون خوشمزه این رفیقمون داره واسمون درست میکنه. اسم خوبی داره. به به. اسم چی؟ اسم خوبه. bunun adı ne? Ekmek? پنکیک. Pankek. ماسیون نیم خوراکی. خاک تو سر. اصلا من تعطیلم تو از من تعطیل ده. من این همه استانبولی وقتی که اومدیم اسپانیا همه فکر می‌کنن تو اشغالیم، ولی نه، اشغال در کار نیست. اینجا دارن تو بازی میکنن وسطی. اشغال ته اشغالمون همینه. چندی؟ بر دعوا شد. تنها خلافش اینه که شرطی دارن بازی میکنن. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. شرطیش کردن. قماره. جان ماشاءالله. جان ماشاءالله. لحظه‌ای با هم دیگه شاد باشیم. شما رو به خیر و ما رو به سلامت. بریم. آماده این؟ یو. چه خبره؟ ایوا. این خبر نیست. خب آقا مرتضی ایستگاه بعدی میخواد پیاده شه وایسن اونجا. کردی به من. کل صندلی‌ها خالیه چرا نمیشینی؟ من فردوسی رو یادم کردم. بگو به من چه دیده این؟ داریم میریم داخل شهر ببینیم چه خبره. این کشتی حالا نمیدونم واقعی یا کیکه، میگن که 3 سال قرار رو آب باشه، بره دنیا رو بچرخه و کلی امکانات داره و بالای 300,000 تا مسافر سوار میکنه. به نظرم کیکه واقعی. این صدف اسمش. صدف. خیلی خوشمزه. محمد و آل محمد سلام. آقا ظهر مورنینگتون به خیر باشه. به جای دوستان اینجا خالی کردم به یاد شما در لحظه سفر در کشور دوست و همسایه اسپانیا. جاتون خالی. سرسبزی اینجا بیداد میکنه، زیبایی طبیعتش آدم و مست خودش میکنه. بله. توی هتل‌های دنیا سردر رستوراناش زده که اگه مفته بنابراین نیست که خودتو بکشی جر بخوری. 24 بچه این ماست خیاره، این ماست و این سبزی هست، این توش نمیدونم چیه، سوپ، این نونه که توش ورس میذارن. بریم که ببینیم بچه ها کدوم سمتن. خب اون رو نگیرم. نه آقا دیروز بچه ها ناراحت این بودن که میگن آقا خودت میبینی چرا باید به ما نشون ندی؟ اگه ما با شما هم سفر شدیم چرا ما نباید ببینیم شما ببینید؟ پس بگیر سبزه نگیر. چی رو بگیرم؟ من از این زاویه دارم میبینم شما ببینید دیگه. تو نه دیگه نه، این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. از این زاویه دارم میبینم شما هم ببینین دیگه. خبری نیست. چرا زجرکش میکنید؟ نه خبری نیست. بچه ها کجا خوابیدن؟ من از بالاتر نمیتونم بگیرم. خب و اینکه شما همین زمین رو یه دقیقه نگاه، همین آب رو نگاه کنین، حالا اینجا رو نگاه کنین. این 2 نفر اینجا کاملا بی‌حجاب دارن آفتاب میگیرن. اینم پرچم اسپانیش. Left from line is in there. چی؟ رومانی؟ آفتاب داشتی میگرفتی؟ نوش جونت. ماشاءالله مرتضی
دو بنده یابی رو میکنه و آماده یه. خب در تصویر بازی این تیم های علیه کشور خوبمون با تیم بیگانه. از این زاویه بگیرم که کل زمین رو داشته باشیم همراه بازیکنان پرسون نایت. آچخانو میزنه بله. دریافت خوب مهدی امتیازو نمیتونه بگیره. میگیره امتیازو میگیره این پسر. باری کلا دلاور. آفرین نامور. اینا چرا پشماشون ریخته من دارم صحبت میکنم. جان اینا خیلی تو گزارشاشون بی‌ادبن، بد دهنن. پشماشون ریخته دقت کنی. بله امتیاز خوب میگیره. بازی تقریبا مردونه شده و اون دو تا خانم بیشتر. ما اسپانیا نیستیم. کجاییم پس؟ ما ترکیه ایم. شاداسی کدی؟ خجالت بکش. رو برو. پرواز خواب بودم بگم اسپانیاییم. مرا ببخشید که دروغ گفت. چرا عاقل کند کاری که باز آید بکنان غم مخور. مخور. ما چرا از اول گفتیم اسپانیاییم؟ چون عشقشو داشتیم. انشالله یه روز بریم اسپانیا، ولی ما ترکیه ایم، همین بغل گوشتونیم. واقعا شبیه اسپانیا. ببخشید که دروغ گفتیم. ای پرنده مهاجر. آقا ما خواب موندیم، بچه ها رفتن داخل شهر، من و مرتضا اومدیم داریم آفتاب. بله مرتضا چطوری خوبی؟ من دیگه دارم میسوزم آفتاب گرفتم. داریم آفتاب میگیریم تو این ویو بی‌نظیر. شما خواهید. البته قبلش تو این لوکیشن داشتیم والیبال بازی میکردیم و همشون واقعا پکوندیم و صفا باش. خدا این بچه رو نگاه کن. این مامانش لطف کرده اینو به دنیا آورده. حالا تو رو خدا این بچه رو نگاه. اینو بیمارستان عوض کردیم، همون رنگی بود. همون رنگی. یه ویو بی‌نظیر بدون هیچ افکتی. یه غروب خفن. من برمیگردم. کجا برمیگردی؟ من برمیگردم. هیچ تو آب نیست. من الان آوردی تو آب. خودت اومدی تو آب دی. الان خودت اومدی تو آب دی. نه خیر اون موقعی. وایس اینجا یه حرکت بزن جالب. وایسا. برو تو آب. تو این غروب دلانگیز سرده؟ شورتت از این شبرنگاست؟ زردیش میشه. 3-4 تا شورت پوشیدم برای اسپینا. هستی؟ آره ایرانی بازی. چرا؟ یه چی رو در میارم و یه چی تمیز میمونه. مرتضی چه لاکچری دراز کشیده؟ ببخش. نه تو رو قرآن. گفتم مثل نپتون یکم ویو رو ما نگاه کنیم، نیازی نیست تو رو ببینیم. چی گفتی؟ بیادب. خب نمایی از هنرنمایی بچه‌های آفریقا. حضار عزیزی که